سلام برابرش، خوش اومدید به پارت 2 سری سروایول من و تایتان. ما تو این پارت هدفمون به دست آوردن دایمند هست. رفقا لایک سابیالتون نره. رفقا من تایتان رو پیدا کردم و زره آهنیاشو بهش دادم و هنوز شمشیرها رو نساختیم. تایتان بیا چوبایی که به دست آوردی بده تا برات شمشیر و کلنگ و تبر آهنی رو برات بسازم. بیا چوب بده. بیا خب استیک هم درست کردیم، 2 تا کلنگ، 2 تا تبر و 2 تا شمشیر. تایتان بیا من مرتبشون کنم. غذا نداریم تایتان، اول بیا بریم یه ویلیج پیدا کنیم، کل غذا به دست بیاریم، نون و شاید دایمه به دست آوردیم. آره شاید هم توی ویلیج ها دایمه به دست آوردیم. بیا تایتان. خب رفقا من داشتم میومدم که به یکی از کمیاب‌ترین هول‌های ماینکرافت یعنی امرالد پیدا کردیم. تایتان هم اونور رفته زغال بکنه و اولین امرالدمون. میخوایم بریم به این کوه که چون ارتفاع زیاده و سنگه امکان آیرون و دایمند خیلی زیاده. اینجا هم یه تیکه آیرونه که خودم میکنمش. یه دونو تایتان. بله. برای بچه ما هرچی گشتیم غار پیدا نکردیم، یه تصمیمی گرفتیم من و تایتان میخوایم زیرمون رو همینجوری بکنیم تا بریم پایین. تایتان بس تنظیم کنم بین دو بلاکی وایسیم که اگه زیرمون یه خالی شد نریم. اینجا وایس دقیقاً بین این 2 تا بلاک وایسا. آره همینجا وایس. تو اونوری بکن من اینوری میکنم. خاک اونوری بکن. وایس من برسم بهت. وایس برو. خب برای بعد ما کندیم اومدیم پایین، رسیدیم به این تیکه غار کوچیک. تایتان نرو، بیا اینجا تا همون راهی که داشتیم میکندیم و پیدا کنیم و همونجا بریم پایین. بیا بریم پایین. خب رفقا ما تصمیم گرفتیم همینجوری دوباره بکنیم بریم پایین. رسیدیم به یک غار دیگه و تصمیم گرفتیم همینجور بکنیم تا شاید به یک غار بزرگتر بخوریم. وایسا نکن تا یه نور بذارم. لپیز. لگ زیاده. ای گلد کمش هرچی بود کم دارم بکن. چرا زیاده بود؟ 4 تا بود، 5 تا. من میتونم برای یه زره برای خود درست کنیم. 5 تا فقط یه کلاه. رسیدی به چی؟ قصر. واسه منم بیام. نرو. واسه منم بیام. اومدم. چرا نمیرسه؟ بشین. خب برای بچه ما همینجا به سختی تمام گوشتامون رو دیدین کم شد و اسپانر بکشیم. وای بلیز، برو برو از این بادی ها چی بهش میگم. برو من خودم میکشم. غلط کرد آقا، به بزرگواری خودت. بیا دوتایی با هم بزنیمش. تو اونو بکن با کلنگت، اونو بکن، اون که بالا هست. با کلنگت اونو بکن سریع. بلیز کندی؟ همینجور نگرده. وای کوش. آی
خیلی قویه. تو دستم بهش نمیرسه انقدر که میزنه پرتم میکنه اینجا. بزن کوش ای وای ای وای کو مرد ای وای یک دیگه بیا ولش کن بیا ولش کن در بیا ولش کن بیا دنبال من. وای این اومد بیا دوتایی بکشیمش بیا. چه منو میزنی چرا؟ اون دمش که تو میزنی 3 برابر 4 برابر اینه. برای بچه پاره شدیم تا اونو بزنیم. وای نگو اینم از اون هست. فقط درو برو اصلا نزد اسمانشو بیافته دنبال اون. بیا نه ای بیا فقط درو بیا اینجا بیا پیش من دارم یا غذا بخور. وای بچه خیلی سخت زدنش. جونمون که تو پرشو تا چون دمیج خاصی وارد نمیکنه فقط پرتت میکنه. بیا سریع بریم یه جای چیز پیدا کنیم یه کلید پیدا کنیم اینا رو برداریم شاید داخلشون دایمند باشه. اینا امکانش خیلی زیاده هم نه متوسطه. پر شدی؟ بیا بریم بیا دنبال من. سرعت وای خیلی پینگ بالاست. کجا بریم بیا اینور نه اینجا چیه؟ بس یه فکری بکنم به حالمون ببینم چیکار. اون ور بیا این پایین بیا گذاشتم زیر باد که کمتر دمیج بکنی. بیا این ور راهه چی اینجا بیا اینجا راهه بیا چقدر تاریکه. حواست باشه اینجا زامبی اونجا کوزه نگاه این کوزه کن فتان اینا. وای خیلی صدا خوبی داخلشونه. داخل این بشکام چیزی چرت و پرته. وای اینوندریم پره. هر چی میبینی بزن تا من خودمو خالی کنم. خیلی چیزای چرت و پرت زیاده داخل دستم. دیگه تموم شد. خالی شدم ولی پاره شدم. بکن اینا رو ببین چی داخلشونه. امرالد هم خیلی زیاد داخلشونه. در مسی هم اینجا ببین داخلش چیه؟ ایسکاگیریه نه یه تیر. خوشحالم که حداقل این همه پادگی که کشیدیم یه لوتی هم بهمون داد. من رفتم طبقه بالاتر از روز نردمون بیا. من میگردم کوزهای بیشتری ماین میکنم. این دوتا کوزه چی داره؟ این چیه؟ کلید پیدا کردم. بزنش سیلورفیشو بزنش. نه نکشش بکشید فرار کن بیا پیش من. بکشش رو زیادتر میشن نکشش. برشم الان زندانی. برشم اصلا یه کلید پیدا کردم راستی تایتان. واسه من این کلید رو اینها کجا بود؟ اینها بخواد یکی از کوزه بود. برم یه چیزی باش باز کنم یکی درم نه یه چی کوزه هست آیتم داخلشه اگه پیداش کنم. بیام بالام تو فضای اصلی که اول رسیدیمش. یادم نمیاد فکر کنم پیش اون بلیز طبقه بالا بود. تو نه ای وای اسکلت با هم درگیرم. بدو بیا
بیا نه برو کوزه پیدا کن بکن. تبر این چانتی 2 تا اندرپل. خیلی اینجا چیز خوبی داره. اینا که داخل فیلم ماینکرافت بود پرتش میکردی تلپورت میشدی یا هموناست. یه کلید دیگه. کلید یه دونه اندرپل دیگه، یه دونه کوزه دیگه. ایوه نه چی باش کنم مرد. ورش تو هرچی داد ورده. خب برای بچه من مردم. تایتان اون زیر یه دونه دایمن پیدا کرد که یعنی هدف امروزمون تکمیل شد و اون زیر چیزای زیادی مثل امرالد زیاد، چشم اندرمن اینا رو پیدا کرد. شاید بگید چجوری؟ با اون کلیدا که دیدید من پیدا کردم داخل کوزه، اونا رو زد به صندوقای مخصوصش و داخل یکی از صندوق‌ها که هم صندوق اولی بود یه دونه دایمن داد. و در پارت 3 تایتان رو میبینید کنار من. لایک ساب یادتون نره، زنگوله رو فعال کنید که ویدیوهای خفنی در راهه، از دستشون ندید. فعلا